سال 2020 بود. شرکت اپل برای اولین بار چیپستی ارائه داد تحت عنوان چیپست M1. که برای اولین بار بود که مکینتاش قرار بود بغیر از سیستم عامل اینتل وارد بازار بشه. مکینتاش های سری مینی یعنی مک مینی، سری مکبوک های اولترا بوک ها و مکبوک ها، مک های دسکتاپی یا به قولی آی مک ها رو قرار شد که با چیپست M1 وارد بازار بکنن. اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاق افتاد این بود که حواشی‌های زیادی دوربر این چیپست اتفاق افتاد و واقعا یه چیز هیولایی بود، هیچ نرم افزاری براش وجود نداشت. شما می‌خواستی کار گرافیکی مثل فتوشاپ، مثل پریمیر، مثل افتر، مثل میدیا انکودر و یه عالمه نرم افزارهای دیگه و همین الان یه سری خیلی از نرم افزارها هستن بهینه سازی و بهینه M1 نیستن و پرفورمنس اصلیشون و بیسشون بر مبنای اینتله و دارم با روزتا 2 دارم به کارشون ادامه. اما من تصمیم گرفتم که امسال لپتاپم رو و سیستم کامپیوتر اصلیم رو که دارم روش کار میکنم رو عوض بکنم. تمام دوست آشنایان میدونن من عاشق مکم، بی‌نهایت مک رو دوست دارم و اخبار اطلاعاتش رو دنبال میکنم. اخبار اطلاعاتش هم توسط یکی از مرجع‌های ایرانی تحت عنوان اپل پالس این بالا معرفیش میکنم، حتما برید ببینید. یکی از مرجع‌های خوبیه برای اپل. یک کم صاحب کلا اپل پالس یک کم زیاد روی میکنه ولی خب در مجموع اخبار خیلی خوبی میده. در حال حاضرم بهترین چیپستی که واقعا هم از نظر استیبیلیتی درس خودش رو پس داده و همین که تمام افراد بزرگ، افراد سلبریتی و جای دیگه بخش از پرفورمنس چیپست خودش رو امتحان خودش رو پس داده. افراد مشهور و محبوب صنعت تکنولوژی و کامپیوتر رسیش کردن و همه در موردش نظرات مثبت دادن. یه سری نقدها در موردش بود ولی خب در مجموع این بود که همه چیز اوکی. بریم ولاگ رو ببینیم. یه ولاگ خفن. رفتم تهران حاجی، رفتم تهران یه کامپیوتر خریدم مولا. فقط ببینید چه ولاگی شده. ببخشید یه خورده ولاگش طولانی شد. این ولاگ یه خورده ولاگی بود که خب خیلی محدودیت داشت. من تو پاساژها نمیتونستم برم. حالا بریم اون ولاگ رو ببینیم. حالا در مورد محدودیتاش هم وسطاش صحبت می‌کنیم. عاشقتون خیلی زیاد الان باهاتون خدافظی می‌کنم. یک هفته دقیقاً بعد ولاگ الان دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم. ویدیو رو حتما ببینید. قبل از اینکه اون ویدیو رو ببینید حتما چنل ما رو لایک کنید، ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید. ویدیوهای جدید تو راهه. پیس. چطوری؟ تهران و خیلی قشنگه حوالی. داستان اینه که خیلی جالب داره میشه داستان بازی و دیشب ساعت فکر کنم 2 شب راه افتادم. تهرانیم، هم دوربین جلو داریم، نصیر من هم اینور رو پایین بنک سمت ولی اصلی نمیدونم صدا اوکی یا نه. حالا امیدوارم که روز درست میکنم با هم دیگه. بشید و ولاگ خیلی عالی بوده. اضافه من که خیلی هیجان دارم. میخوام کامپیوتر بگیرم مک مینی M1. حالا با هم دیگه ولاگش میگیریم. پیشنهاد سمت میرداماد بود، مشتمل کامپیوتر پایتخت. خب من الان نمیرم سمت ولیعصر ببینیم چی میشه. الان که فکر کنم یه اولوش 6 پیاده روی رو میکنیم و کلی ولاگ میگیریم و هم خیلی هم اشغال میکنیم.
منتظر باشید. خیلی ادیت خوب جالب جذاب در میاد. هوام که سر صبح 7:30 یا 8 صبح باشه، ولی خیلی خوبه. این اتیکرم بهتون نشون بدم. ببینید اصلا جواش خیلی بزرگه. ما تو مازندران جون نداریم، میگه رودخونه، میگه رسما رودخونه، میگه تقریبا وسط شهر دیگه. بالای شهر که خیلی بالاتر میشه، ولی خب در واقع وسط شهر من داخل مپس دیدم، ولی واقعا خیلی خوبه. و حتما دوربین جلو خیلی دوربین پشتو که داره تصویر میگیرم امیدوارم داشته باشید. حالا جلوتر باز در موردش صحبت میکنم. خیلی خوب بود. دیشب با اتوبوس اومدم از قائم شهر به تهران، واقعا یکم سخت بود، ولی خب امیدوارم که برگشتم اذیت نشه. فعلا ببینیم چی میشه. زیاد میخوام بریم سیستم رو بگیریم، حالا ببینیم چی میشه دیگه. حالا ماشو باز بهتون میدم جلو سر طرفی میگم، حالا شارژ نداریم، ببینیم چی میشه دیگه. حالا گز برنشه، حالا پاساژش، حالا بریم ببینیم که چند بچه‌ها هم توی پاساژ مثلا سر صبح بچه‌ها نیستن، سرسام نکنیم. مثل اینکه حالا اینجا اون حالا مدل چیزی که من میخوام ندارن، حالا خب بچه‌ها اینجا دیگه همه کارت گرافیک و لپتاپ و مادربرد خفن 3070 گیمینگ توربو، کارت گرافیک RTX روانی، لذتشو ببرید دیگه، ببینید چی هست دیگه. بچه‌ها راستش اون پاساژی که بودم نذاشتم فیلم بگیرم، سر صبح بود، بعد همه خواست خوشنم همه‌شون گرون قیمت بدن. یه کارت گرافیک معمولی شد 50-60 تومن، 70 تومن، 80 تومن، 100 تومن پولش و نمیذاشت فیلم بگیریم از ویتریناش، با اینکه مغازه بسته بود. نیم ساعت دیگه میگفت باز میشه اینا، ولی خب مدل مکو من باید برم سمت میرداماد بگیرم، میگفتن اینکه خب اینجا ندارن، باید برم بالاتر. حالا ایشالله که خیره، ببینیم که برج چی میشه. هوا تهران خیلی داره گرم میشه، سریعتر خرید بکنیم و ببینیم جلوتر چی میشه دیگه. فعلا خب گایز، بالاخره مک مینی رو گرفتم، آنباکسش رو حالا جلوتر بهتون نشون میدم. و اینکه خب من نمیتونستم داخل پاساژ داخل تهران فیلم بگیرم، واقعا شاید خیلی سخت بود. بعد اینکه چون نمیذاشتم، یعنی نه مغازه‌دار چیزی میگفت دوربین جمع کن، بعد از اون ورم صبح رفته بودم یه تیکه ویدیوهاش هم حالا حتما دیدید، اونم نمیتونستم عملا فیلم بگیرم چون نگهبان گیر داده بود. اگه مثلا یه خورده بیشتر گیر میدم شاید کارت ملیش دارم من میدادی، باید بهم نشون بدی. ولی خب خدا رو شکر پروژه رو جمع کردیم و مک مینی رو خریدم حالا. ولی خب تست نگرفت، گوش گفتم تست بگی، گفت نه من مانیتور ندارم نمیتونم تست بگیرم.
نه البته گفت 48 ساعت گارانتی داره، هر اتفاقی پیش اومد بگی بیار. حالا آنباکسینگ هم بهتون نشون میدم، بریم آنباکسینگ ببینیم. آنباکسینگ لذت برده باشید. این ویدیو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. ویدیو خیلی زیاده قرار بگیرم، به خاطر همین مک مینی رو گرفتم که بتونم ویدیوهای مختلف رو هندل کنم. مهمترین چیزم برای من سرعتش بود که خدا رو شکر سرعتش فوق‌العاده مک مینیه. چیپست M1. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. تا ویدیوهای بعدی فعلا.